مسير المحنة غنبا محمد حسن أسير المحنة غنبا محمد دربان لجوزر يكرم ذا محمد دربان لجوزر يكرم ذا محمد دنيا وحرشة هست دارو استفيليوس استفيليوس دنيا وحرشة هست دارو استفيليوس استفيليوس موجود شد زكاة وعد الله محمد موجود شد زكاة وعد الله محمد هستم أسير محنة غنضا محمد برمان نجرزر كرم ضا محمد حجاج شنبك بين مبسود ميرسان الله بكى بين مبسود ميرسان حجاج شنبك بين مبسود ميرسان بويان بدر حاري محارب ضا محمد بويان بدر حاري محارب ضا محمد شوري شو محشر أفغانان لها كونان شوري شو محشر أفغانان لها كونان الله لها كونان عندن كده سندن مدينة ذا محمد عندن كده سندن مدينة ذا محمد هستم مسير المحنة غنضا محمد هستم عسير المحنة غنضا محمد برمان نجوزر يكرم ضا محمد برمان نجوزر يكرم ضا محمد غير الشفاعة تديجر نيس شارع غير الشفاعة تديجر نيس شارع الله بيس شارع در ماه مبارک رمضان روزه میگیرن. ببین برادران از گرامی، ما الحمدلله در این ساعت ها همه روزدار هستیم. حالتی که میخوام گپ بزنم دهانم خوش شده ایستاده است. این اشاره به آن میکند که جنت عاشق یکایک ما و شماست، خصوصا استاد ارجمند مرحوم ما که امروز در دهه رحمت خدا جانش نشا گرفت. چی مرتبه عالیه در ماه مبارک رمضان در دهه رحمت و در حالت روزداری و صومداری. این سبب برادران عزیز گرامی همین 4 صفتی را که الان ذکر نمودم، برادران عزیز گرامی که لشکری بسیار ناید بکار 200 مرد جنگی به بود از 100,000 100,000 آدمی ما و شما اگر حاضر در این میدان در تمام میدان ها اگر توب شویم یک کاری نیکویی اکی ملا نعمت کرده نمیتوان. سبب من در شما بگویم در وقتهایی که نافهمیگری کشفهمیگری کشامکش در بین ملت بود این در همین درون کوه
برای جامعه، برای خلق، برای حکومت خدمتی فدر رسانیده بدیاد. همینش کفایه های برای ما و شما. دیگه من همینه گفتنی هستم با شما که این کس بیرق برداری اسلام در اصل بود. در وقتهایی که این کس داملا برادرمان داملا را برای تحصیل علم تربیت کردند، در اون وقتهایی که رهتگری پدر پیسری خود را الف نشان نمیداد، در همون روزهایی که رهتگری این آدم برادری خود را تربیت کرد، تعلیم علم کرد، سراسر کشور تاجیکستان مانا نهر از داملا استفاده برده ایشان. این خدمتایی که بود خدمتایی آخون ملا نعمت بود. همینه به شما گفتنی هستم برادران عزیز گرامی که اگر من تا بگهد توصیه نیکی‌های و خدمت‌های حکیم الله نعمت در وسیع داملا کنم، این به اخیر نمیرسد. لیکن چند سال مقدم حضرت داملا من روبروی من هستی، هر دومان تنها بودیم، حضرت داملا را من گپ زده بودم. برادران